الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظیم. برادران و خواهران، ما شما روز قبل در مورد 3 سوالی که مطرح میشه نزد هر عاقل که ما از کجا آمدیم و به خاطر چی و به کدام طرف می رویم، در اون مورد در سوره فاتحه مختصرا 3 جواب ارائه شد و همچنان امو 3 فرقه که در ارتباط به 3 سوال ها جوابهای مختلف ارائه میکنن که نظریه اهل شرق و اهل غرب بود و همچنان نظریه اهل اسلام تحت انعمت علیهم المغضوب علیهم ولا الضالین. در این مورد ما شما صحبت‌های داشتیم. امروز بخیر ما شما سوره بقره را بخیر آغاز میکنیم. در ابتدا به خاطر تعارف سوره بقره که سوره بقره اطول سوره در قرآن کریم است، به این معنی که طویل ترین سوره که از همه سوره ها زیاد است و طویل است، همین سوره چی است؟ سوره بقره هست و این سوره بل اتفاق سوره چی است؟ مدنی هست و همچنان در مدینه منوره اولین سورتی که نازل شده او چی است؟ همین سوره بقره هست. ولی بعض آیات های سوره بقره ای در مدینه مکه مکرمه هم چی شده؟ نازل شده، مثل واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. با این معنی که نزول سوره بقره چند سال در بر گرفته. این سوره بقره نزد قرای کوفی 286 آیه داره و نزد قرای بصره 287 و نزد قرای حجاز 285 آیه و نزد قرای شام 284 آیه داره و در ترتیب مصحفی که ترتیب مصحف چی است؟ عثمان رضی الله عنه هستند. این سوره دوم ذکر شده، اول سوره فاتحه بود و دوم سوره بقره است و در ترتیب نزولی سوره شماره 87 است که بعد از سوره مطففین و قبل از سوره آل عمران چی شده؟ نازل شده. اسم های این سوره مبارکه چند اسم داره سوره بقره. یکی از اسمایش امی سوره که ما شما ذکر میکنیم که سوره بقره هست، با این خاطر که انشالله ما شما در جریان امی سوره مبارکه واقعه بقره که خود اسم بقره که ای در این سوره مبارکه ذکر شده و همچنان این اسم سوره بقره در یک احادیث متفقون علیه همچنان ذکر شده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که الآیتان من آخر سوره البقره من قرأهما فی لیلة کفتاه. میگه هر کسی که 2 آیه از آخر سوره بقره ایره هر شب بخونه برایشان چی میکنه؟ کفایت میکنه. با این معنی اگه دیگه تلاوت هم نکنه و یکی که با قیام اللیل چی نشه و بالا نشه و این برایشان چی میکنن؟ کفایت میکنن. نام دوم سوره بقره سوره کرسی هست. با خاطر چی برایشان کرسی گفته میشه؟ میگه به این خاطر که آیت الکرسی که در پاره سوم آغاز میشه این همچنان در امی سوره مبارکه وجود داره، به این خاطر برایشان سوره کرسی گفته میشه. نام سوم این سوره مبارکه که از سنام القرآن است. سنام چی را گفته میشه؟ قله بلند، یک نقطه بلند، هر چیزی که باشه امو نقطه بالاترش امو نوکش چی گفته میشه؟ قله گفته میشه. در زبان پشتو ما چی داریم؟ څوکه لرو که هر کله چې یو غری یا یو ځای د هغې جګ مکان ته جګ ځای ته چی ویل کیږي؟ دې ته سنام ویل کیږي. او په قرآن کریم کې هم ځکه سوره بقره ته دغه ویل کیږي، سنام ویل کیږي، چې دا په حدیث مبارکه کې هم دغه نوم
ذکر شوی دی. په حدیث مبارکه کې راځي چې ان لكل شیء صناما، بشکه چې د هر شي لپاره یو څوکه یو لوړه نقطه وي. وان صنام القرآن سوره البقره، او بشکه چې د قرآن کریم دغه لوړه نوکه او دغه څوکه چې ده دا قله چې ده چیه ده؟ دا سوره بقره ده. نام چهارم این سوره مبارکه به نام زهرا. این سوره مبارکه چی است؟ مشهور است. زهرا صفت مشابه است مثل حمرا، به معنای درخشنده، یو شی ځلیدون کی شی ته ویل کیږي، که مذکرش چی میایه؟ ازهر میایه، مثل احمر که به حمرا چی میشه نسبت داده میشه، با معنای روشن. در حدیث مبارکه همچنان امی صفتش چی شده؟ ذکر شده. ولی در حدیث مبارکه امی صفتش با سورت ال عمران چی است؟ یک جای هستند. و در این مورد انشاءالله شما باز میبینین که بعضی سوره ها یکی نام خاص خدا داره و در بعضی اوقات باز دو سوره یا سه سوره در یک نام مشترک چی میشن؟ یک جای میشن. مثلا در آخر سوره های فلق و ناس که میریم، سوره فلق و سوره ناس با یاردوشان که باز یک جای میشه، سوره های معوذتین برایشان چی میشه؟ گفته میشه، به این خاطر که هر دوشان معوذتین گفته میشه. هاکذا به سوره العمران و سوره البقره زهراوین در حالت نسبی جری و در حالت رفیع زهراوان برایشان چی میشه؟ گفته میشه. و در حدیث مبارک همچنانی چی شده؟ ذکر شده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که اقرأوا الزهراوین البقره و سوره العمران، که شما امی دو سوره را که زهراوین است را بخوانید که سوره بقره و سوره العمران است. نام پنجم این سوره مبارکه فسطاط است. فسطاط امو خیمه بزرگ، یک خیمه خرد ما شما داریم، ما برشان در زبان پشتو تجیر میگیم، که امو 500 و 600 نفر در امو یک خیمه بزرگ چی میشن؟ جای میشن. امو را چی گفته میشن؟ فسطاط. و برای قرآن کریم هم به سوره بقره هم فسطاط القرآن گفته میشه. چرا برایشان فسطاط القرآن گفته میشه؟ میگه به این خاطر که در این سوره مبارکه بسیاری از مسائل و احکام چی شده؟ جای بجا شده هستند. با امی خاطر برایشان امی اسم خالد بن معدان رحمه الله که یک تابعی جلیل القدر است، اینا میشه چی کرده؟ ذکر کرده که سوره امی بقره کسی فسطاط القرآن است. و اونها یک روایت زیبایی را چی میکنن؟ ارائه میکنن که حضرت عمر رضی الله عنه امی سوره بقره را در 12 سال یاد گرفتن و پسرشان عبدالله ابن عمر در 8 سالی را چی گرفتن؟ یاد گرفتن. این به این دلالت میکنن که در سوره بقره بسیاری از احکام و مسائل وجود دارد. خب بعد از اینکه اسماء این سوره مبارکه به اتمام میرسن، مقصود این سوره چی هست؟ مقصد این سوره مبارکه چی هست؟ در این مورد بهتر است که ما شما در هر رکوع در هر آیاتش امو هدف و مقصدش را چی بکنیم؟ بیان بکنیم. به این خاطر که مقاصد سوره مبارکه بسیار از حد زیاد است. اگر ما شما در مقاصدش بحث شروع بکنیم، به این معنی که ممکن ما شما چند روز در این مورد بحث بکنیم. به این خاطر بهتر است که در هر آیه و هر رکوع مقاصد این سوره مبارکه را چی بکنیم؟ بیان میکنیم. یک دو تایش به طور مثال برایتان چی میکنم؟ بیان میکنم. مثلا در سوره فاتحه ما شما گفتیم که سوره فاتحه کسی ام القرآن است یا اساس قرآن کریم است و اجمال قرآن کریم است، مثل مقدمه یک کتاب است. سوره فاتحه مقدمه قرآن کریم است و بعد از این قرآن کریم امی سوره بقره را، سوره فاتحه را برای ما شما چی میکنه؟ تشریح میکنه. مثلا ما شما در سوره فاتحه گفتیم که اهدنا الصراط المستقیم، از خداوند متعال چی کردیم؟ دعا کردیم که برای ما ام راه درست چی بکو؟ نشان بده. و خداوند متعال ام راه درست را برای ما شما در امی سوره بقره چی میته؟ نشان میته. خداوند متعال میفرماید ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. تو طلب هدایت کردی از ما و ما برایت امی هدایت خود برایتان نشان میتیم که امی کتاب مکی است، در هیچ شک نیست و این هدایت است با کسایی که اونها چی هستن؟ متقین هستن. اینجا برای ما شما ام اهدنا الصراط المستقیم که ما از خداوند متعال راه درست چی کردیم؟ طلب کردیم که ما را هدایت بکنه برای مستقیم راه دین اسلام. این را برای ما شما در اینجا در سوره بقره چی میکنه؟ تشریح میکنه. مثلا در سوره بقره انعمت علیهم ذکر شد. امی انعمت علیهم کدام اشخاص هستند؟ در سوره بقره این را برای ما شما چی میکنه؟ بیان میکنه که هدی للمتقین الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. امی متقین امی انعمت علیهم
هستن که برای ما شما ایجا در سوره بقره چی میکنه؟ بیان میکنه. یا مثلا اونجا ما شما گفتیم که از امور راهای غیر المغضوب علیهم کسایی که سرشان غضب شده، از امور ما شما را چی بکنه؟ نگاه بکنه. و مغضوب علیهم کی هستن؟ در سوره بقره خداوند متعال برای ما شما بیان میکنه که و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. اما منافقین هستن که دیگه برای ما شما چی میکنه؟ خداوند متعال تشریح میکنه. همچنان در سوره فاتحه ما شما پناه خواستیم از راههای گمراها که از امور خداوند متعال ما شما را نجات بده. و امو ضالین کسی او کی هستن؟ امو کفار هستن که خداوند متعال در سوره بقره برای ما شما چی میکنه؟ تشریح میکنه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بنان در هر مکانی که انشالله ما شما میرسیم همین مقاصد سوره بقره را انشالله مفصل چی میکنیم؟ بیان میکنیم. خب بعد از اینکه ما شما میاییم بخیر به فضایل سوره بقره که در سوره بقره احادیث زیاد صحیح در مورد فضایل سوره بقره چی شده؟ ذکر شده. ما یک چند تا از مو حدیث مبارکه را برایتان چی میکنم؟ بیان میکنم. در مورد فضایلش از ابو امامه الباهلی روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایه که شما چی را بکنین؟ اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. میگه شما قرآن کریم چی بکنین؟ بخوانین، به این خاطر که سوره بقره میاد در روز قیامت این شفاعت میکنه با دوستای خودشان که کسایی که اینها را تلاوت میکنن. و بعد از او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که اقرأوا الزهراوین البقره و سوره العمران. میگه شما امو سوره های زهراوین که قبلا ما شما اشاره کردیم که بقره و سوره العمران است، فانهما تأتیان یوم القیامه کأنهما، میگه اینها در روز قیامت میآیند کأنهما غمامتان، که گویا که اردویشان غمامتان، جمع غمامه هست امو ابر است که مثل ابرهای بسیار بزرگ اینها میآیند. او کأنهما غیایتان، یا مثل امو چپرهای، غیایتان جمع غیایه هست که غیایه به امو چپر و امو چیزی که سایبان است، امو قسم چیزی هستن که اینها از اون چی میکنه؟ بیان میکنه. او کأنهما فرقان من طیر صواف، یعنی که مثل شما فکر میکنین که امینها مثل امو مرغهایی که بسیار زیاد صف میاین و یک چی را جور میکنن، مثل یک سایه را جور میکنن که یک گروپ بزرگی از چی میاین؟ از پرنده ها میاین. و اینها که هستن من طیر صواف. صواف امو چی را گفته میشه که از صاف یصوف صفا گرفته شده، از صف یصوف صفوفا یا صاف یصوف صفا گرفته شده که اینها مثل امو صفی که قطار هستن، امی قسم میاین و امی بالهای خود امی تو چی میکنن؟ دراز میمانن، بالهای خود نمیزنن. امی تو مثل که میبینی که مثل که امو پاراشوتی که از بالا میاد امی قسم بالهای خود چی میکنن؟ میمانن. و این به خاطر چی میگه این کارا میکنن که اینها میاین و اینها میگه تحاجان عن اصحابهما، میگه اینها از امو رفیقایشان که اینها را تلاوت کردن در مورد اونها اینها چی میکنن؟ حجت و دلیل با خداوند متعال چی میکنن؟ ارائه میکنن که اینها دوستای ما هستن و اینها ما را چی کرده؟ تلاوت کرده. و بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که اقرأوا سوره البقره، میگه سوره بقره را بخوانید، فإن اخذها برکه، میگه گرفتن امی سوره بقره کسی برکت است، و ترکها حسره، و الی کردنش میگه چی است؟ پشیمانی هست. ولا تستطيعها البطله، و میگه اینها را طاقتش ندارن امی سوره بقره را کسایی که باطل و ساحرین هستند. در یکی از روایات معاویه میفرمایند که بلغنی ان البطله السحره، و چی شده؟ معنایش چی کردن؟ بیان کردن. این یکی از فضایل چی بود؟ سوره بقره بود. در مورد فضیله دومش که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، اونها میفرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیه سوره البقره. میگه شما از خانه هایتان چی را جور نبکنین؟ مقبره ها را جور نبکنین، به این خاطر که شیطان از امو خانه‌ای که در اوج سوره فاتحه چی میشه؟ خوانده میشه، اونها چی میکنن؟ اونها فرار میکنن. به این خاطر که سر کسی اگه چی باشه؟ سحر و جادو و چیزها باشن،
بهترین دمش می سوره بقره هست. وقتی که شما سوره بقره را چی میکنین؟ تلاوت میکنین و اینها را میخوانین، شیاطین و جنیات و کسایی که هستن اینها چی میکنن؟ اینها فرار میکنن. و همچنان در فضیلت سومشان که از سهل بن سعد روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ان لكل شیء صناما و ان صنام القرآن سوره البقره. و این میگه هر چیزی که چی داره صنام خدا داره و صنام چی که است قرآن کریم که است. سوره چی است؟ سوره بقره هست. من قرأها فی بیته لیلا، میگه کسی اگر در شب ایره در خانه خود چی بکنه؟ تلاوت بکنه. لم يدخله الشیطان 3 لیال، میگه تا 3 شب اموجه شیطان چی نمیشه؟ داخل نمیشه. و من قرأها فی بیته نهارا، و اگر کسی در روز این سوره مبارکه را در خانه خود بخوانن، لم يدخله الشیطان 3 ایام، میگه شیطان 3 روز در خانهشان چی نمیشه؟ داخل نمیشه. در این مورد با وجودی که بعضی از محدثین میگن که در این احادیث مبارکه ضعف وجود داره، ولی در کل علماء کرام و اینها را که در کتب‌های زیادی احادیث روایت شده، اینها میگن که در مورد فضائل کدام اشکالی ندارن. همچنان در سوره مبارکه دیگه میآید در فضائلشان میبخشین. از معقل بن یسار رضی الله عنه روایت است که اونها میفهمن که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت البقره صنام القرآن و ذروته، میگه سوره بقره کسی صنام القرآن است، مقله بلند، و ذروته، و ذروه هم همچنان به امو نوک بلندترینش چی میشه؟ گفته میشه. و همچنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود و نزل مع کل آیه منها 80 ملکا، میگه به هر آیه‌ای که از سوره بقره میگه نازل میشد، با اینها 80 ملک چی میشد؟ نازل میشد. و استخرجت من تحت العرش فوصل بها، و این میگه امی آیاتی که الله لا اله الا هو الحی القیوم آیات کرسی هست، این میگه از تحت عرش چی شد؟ بیرون شد و با امی سوره بقره چی شد؟ وصل شد. و ایرا طبرانی در معجم الکبیر ای روایت چی کده؟ ذکر کده. همچنان در مورد فضیله پنجمش از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت هستند که اونها در این مورد چی میکنن؟ روایت میکنن که میگه نزد ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته بود و با اونها چی هم بود؟ جبرائیل علیه السلام هم بود. فسمع نقیزا من فوقه، از بالا میگه ما یک آوازی بسیار چی را شکست میگه شنیدیم. فرفع جبریل بصره الى السماء، میگه جبرائیل علیه السلام می چشمای خود طرف آسمان چی کرد؟ بالا کرد. فقال گفت هذا باب، این میگه یک دروازه هست، فتح من السماء، که خلاص شد از آسمان، ما فتح قط، که قبل از این میگه هیچ وقت چی نشده بود، باز نشده بود. و شما اگر چی کنین توجه بکنین امو دروازه هایی که زیاد وقت بند باشه و یک نوع چی میکنه وقتی که اونها باز میشن یک صدای بسیار خراب میتونه. امی قسم امی دروازه میگه که باز شد، امی تو یک صدا را میگه صحابه کرام شنیدن. فنزل منه ملک، میگه از امی دروازه یک ملک نازل شد. فآت النبی صلی الله علیه و سلم، برای نبی کریم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ابشر بنورین، میگه ما برات با دو نور، با دو روشنایی چی میتم بشارت میتم. اوتیتهما لم یؤتهما نبی قبلک، میگه هر دوشان برای خودت داده شده که قبل از خودت برای هیچ نبی اینها چی نشده؟ داده نشده. و اینها فاتحه الکتاب، سوره فاتحه است، و خواتیم سوره البقره، و امی آخرای سوره بقره هست. لن تقرأ حرفا، میگه شما نمیخوانین یک حرفی از امی سوره مبارکه و یا از دو آیه از خواتیم سوره بقره الا اعطیته، مگر برایتان چی میشه؟ داده میشه. به این معنی که هر حرفی امی سوره چی کس مبارکه کسی چی هستی برایتان مأجور هست. در مورد فضیلت ششم این سوره مبارکه از ابی سعید البدری رضی الله عنه روایت هستند که اونا میفرمایند که من قرأ بالآیتین من آخر سوره البقره فی لیلة کفتاه، ای اجزأتا عنه من قیام اللیل. این میگه کسی که امی آخر دو آیه سوره بقره را چی بکنن؟ تلاوت بکنن، برایشان چی میکنن؟ کفایت میکنه. و این حدیث هم متفق علیه است، به این معنی که امی دو آیه را که خواند این برایشان چی هستن؟ کفایت میکنن از قیام اللیل. اگه با قیام اللیل هم بالا نشدن برایشان چی میکنن؟ کفایت میکنن. خداوند متعال اجرشان برایشان چی میکنن؟ ارائه میکنن.
خب بعد از فضایلشان مناسبت سوره بقره با سوره فاتحه چی هستند؟ در موردی که مناسبت های زیادی داره در مورد سوره بقره با سوره فاتحه، یکی از مناسبت هایشان ما شما قبلا ارائه کردیم. ما شما گفتیم که خداوند متعال که ما اوج دعا میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم، خداوند متعال مستقیما در سوره بقره برای ما شما بیان میکنن که ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. خودت هدایت طلب کردی، این امی قرآن کریم برایتان چی کردم دادم و امی قرآن کریم تعقیب بکنین. امی هدایت چی است؟ هدایت کامل است. و همچنان در سوره فاتحه برای ما شما موضوع گرور که اوجا مختصرا بیان کرده، در اینجا موضوع گرور مفصلا برای ما شما چی میکنن؟ بیان میکنن. اما مناسبت های زیادی انشالله که باز دارن در جریان درس بخیر چی میکنیم انشالله باز بیان میکنیم. خب بعد از امی مناسبت و فضیلت و امی اسمایشان بخیر به قرائت سوره بقره بخیر از الف لام میم آغاز میکنیم. در مورد الف لام میم که حروف مقطعات هست، امی مقطعات جمع مقطعاتون هست. در این مورد شما بسیار دقت بکنین که موضوع بسیار مهم است که هر روز که در امی صفحات مجازی یک بحثی چی میشه بلند میشه در مورد متشابهات و مقطعات و محکمات، مردم چی میکنن؟ بحث میکنن و هیچ کس هم نمیفهمن که امی کسایی که در این مورد بحثا میکنن اینها کی هستن. امروز ما برایتان امی اشخاص بسیار به صراحت کامل معرفی میکنیم که اینها کدام اشخاصی هستن، آیا اشخاص درست هستن یا نادرست هستن و امی بحثایشان با اساس کدام دلیل هست. این را شما چی بکنین؟ دقت بکنین. امی مقطعات گفتیم که جمع مقطعاتون هست. مقطعاتون صیغه مفعول است از قطع یقطع و تقطیعا، یک چیزی را بریدن، یک چیزی را که شما چی میکنین میبرید، این چی را گفته میشه؟ امی را قطع کردن گفته میشه. این حروف هم با این خاطر برایشان مقطعات گفته میشه که این بریده خوانده میشه، به این معنی که با یکی دیگه شان چی نمیشه؟ وصل نمیشه. مثلا شما ببینید الف لام میم، اینا جدا جدا از یکی دیگه شان چی شد؟ خوانده شد. ولی امی الف لام میم در سوره شما ببینید در سوره فیل آمده، در اوجا علم تر کیف فعل ربک، در اوجا همهشان متصل خوانده میشه، در هیچ الف لام میم خوانده میشه، ولی در سوره فیل علم تر علم خوانده میشه. با این خاطر هستن که اونها اوجا کلشان یک جای خوانده میشن، در اوجا مقطعات نیستن، ولی در اینجا که جدا جدا خوانده میشه اینجا چی گفته میشه؟ مقطعات گفته میشه. خو اینجا یک سوال مطرح میشه که خو شما گفتین که امی الف لام میم خو صورت حروف مقطعات است، در حالی که همهشان چی هستن؟ اسم ها هستن. اگر شما توجه بکنین الف، امی الف یک اسم است، لام دیگه اسم است، میم دیگه اسم است. چرا شما برایشان چی میگین؟ مقطعات برایشان، حروف مقطعات برایشان میگین، چرا اسماء مقطعات برایشان نمیگین؟ مثلا اگر شما برای کسی امر میکنین که اکتب الفا، شما نوشته کنین یک الف، یعنی الف اینه ایجا اعراب قبول کرد، مفعول بهی آمد و اعراب کسی سر اسما جاری میشه نه سر حروف. بنانی خو اصلا چی هستن؟ اسما هستن. شما چرا برایشان حروف میگین؟ یکی از سوالایی که شما باید از امی اشخاصی که در مورد مقطعات بحث میکنن شما برایشان بگین که امی حروف است یا اسما هستن. و جواب ما شما در اینجا بسیار واضح است که بلی اینها که هستن در اصل چی هستن؟ اسم ها هستن، ولی با اساس مسمایشان ما برایشان چی میگیم؟ برایشان ما حروف میگیم. مثلا یک مثال برایتان ارائه میکنیم. ما شما میگیم که زید انسان است. آیا زید انسان است؟ زید خو یک زی داره، یک یا داره، یک دال داره، امی 3 حروف است، زی ی دال. آیا زید آلی انسان است؟ نه، زید خودش امی 3 حروف انسان نیست. مسمای زید امو کسی که زنده هست حرکت میکنه او انسان است. امی قسم ما شما میگیم که امی الف لام میم، الف لام میم که وقتی در ذهنت امو الف یگانه می آید و لام هم تنها نوشته میشه و میم هم تنها نوشته میشه، این الف لام میم اسم برای امو الف لام میم حروف مجرد هست. با این معنی که ما برایشان با اساس امو مسمایشان برایشان چی میکنیم؟ این را میگیم که حروف چی است؟ حروف مقطعات است، ولی در حالی که خودشان چی هستن؟ اسم ها هستن. این مقطعاتی که ما شما در اینجا بیان میکنیم که حروف مقطعات است، این از اصلا از متشابهات قرآن است. و معنای متشابهات چی معنا داره؟ متشابهات این را گفته میشه که لا یدرک معناه عقلا ولا نقلا، که معنای امی متشابهات
نه عقلا و نه نقلا چی میشه؟ درک میشه. با این معنی که نه در قرآن کریم این تشریح شده و نه در احادیث مبارکه چی شده؟ تشریح شده و نه در این مورد عقل چی میکنه؟ کار میکنه که یک شخص بگه که من بسیار عاقل هستم و ما معناهایش چی میکنم؟ میفهمم. این در این مورد که امی معنای متشابهات آیا فهمیده میشه و یا نمیشه، در این مورد یک اختلافی وجود داره. اصل اختلاف باز ما شما میریم در آیه مبارکه. قبل از اینکه ما به آیه مبارکه چی بکنیم؟ رجوع بکنیم. بنان دو اقوال از علما را چی میکنیم؟ بیان میکنیم. یکی از علما میفرمایند که معنایش قابل فهم و درک است و دیگه گروه از علمای اونها میگن که نه، معنایشان قابل درک و فهم نیستن. جمهور علما به شمول امام ابو حنیفه رحمه الله اینها میفرمایند که این حروف مقطعات کسی از متشابهات است و هیچ کس معنای این را چی میکنن؟ نمیفهمن. ای یک حرف و قاطع است خلاص. ولی در مقابلشان مثل صحابه کرام عبدالله ابن عباس و امام شافعی رحمه الله اینها میفرمایند که نه، راسخون فی العلم امی معنای متشابهات چی میکنن؟ میفهمن. و در این مورد اصل امی اختلاف که آیا معنایشان قابل درک است و یا نیست، امی اختلاف ای چی میشه؟ راجع میشه به یک آیه مبارکه که امو آیه مبارکه در سوره ال عمران آیه شماره 7 است که خداوند متعال میفرماید هو الذی انزل علیک الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. خداوند متعال امو ذات است که نازل کرده سر خودت الکتاب منه آیات محکمات. از امی کتاب بعضی از آیه ها چی هستن؟ محکمات هستن. هن ام الکتاب که امی محکمات که است ام الکتاب اساسی چی هستن؟ کتاب هستن. و اخر متشابهات و بعضی از اینها که است اینها چی هستن؟ متشابهات هستن. محکمات جمع محکم است در لغت با معنای مضبوط و محکم. در زبان فارسی هم ما شما استفاده میکنید چیزی که بسیار چی است؟ محکم است. برای خاطر با آیه های محکمات هم چی میشه؟ محکم گفته میشه. اصطلاحاً امی محکم چی معنا داره؟ ما ظهر المراد منه، که مرادش امی آیه مبارکه ظاهر باشه. چه قسم ظاهر باشه؟ بحیث لا يحتمل التأویل، که احتمال تأویل و تفسیر نداشته باشه، ولا نسخ و نه احتمال نسخ را داشته باشه، ولا تبدیل و نه احتمال تبدیل داشته باشه. با این معنی هر کس که ایره میخوانه معنایش واضح و روشن و اشکار هست. ایره چی گفته میشه؟ ایره محکمات گفته میشه. و امی محکمات جمع گفتیم که جمع محکم است و محکم مو چیزی است که محکم است و ثابت است و قوی است و معنایش هر کسی میفهمه. ایره چی میشه؟ محکمات گفته میشه. متشابه در لغت با یک دیگر همرنگ یا متماثل شدن، یک چیزی که با دو چیزها مماثل باشن، یکسان باشن، کسی نمیفهمه که یکی دیگهش کدام است، تفکیک نمیشه. ایره چی گفته میشه؟ متشابه گفته میشه. همچنان در آیه مبارکه در قرآن کریم هم ذکر شده که در مورد بقره میگه که ان البقره تشابه علینا ای تماثل علینا. همین گاو که بود میگه سر ما چی شد؟ متشابه شد. متشابه دیگه با این معنی که سر ما چی شد؟ با دیگه گاو همرنگ شد. حالی ما نمیفهمیم کدام گاو ما چی بکنیم بکشیم. به این معنی که متشابه شد، به این معنی که متماثل شد. اصطلاحاً همین متشابه چی را گفته میشه؟ اصطلاحاً ما خفی المراد منه، که مرادش خفی باشه، پت باشه مرادش، بحیث لا یدرک عقلا ولا نقلا، به همین شکلی که نه عقلا قابل درک باشه و نه نقلا قابل چی باشه؟ درک باشه. ایره چی گفته میشه؟ ایره متشابهات گفته میشه. خب نه متشابه نقلا قابل درک است، به این خاطر که در قرآن کریم هم ذکر نشده که تفسیر قرآن کریم بالقرآن کریم باشه و نه در احادیث ذکر شده که تفسیر القرآن بالروایه باشه که ما شما ایره چی بکنیم؟ درک بکنیم. و نه عقل در این مورد چی میکنه؟ کار میکنه. خب بنان این آیه مبارکه را تا این مورد که خداوند متعال میفرماید که بعضی از آیه هایشان محکم است و بعضی از آیه هایشان چی هستند؟ این متشابه هستند. بعد از این خداوند متعال برای ما شما در این آیه 7 سوره ال عمران بیان میکنه فاما الذين في قلوبهم زیغ. بنان پس میگه کسایی که در قلبهایشان چی هستند؟ زیغ هستند. زیغ از زاغ یزیغ و زیغا اجواف یایی هست، مثل با یبیع و بیعا. کجی را گفته میشه که در یک چیزی کج باشه، درست نباشه، مستقیم نباشه. در زبان پشتو ما میگیم کوگواله.
هر څوک چې د هغې په زړه کې کوږوالی یا در قلبشان چی باشه؟ کجی باشه، او را چی گفته میشه؟ زیغ گفته میشه. کسایی که میگه در قلبش امی کجی هست و زیغ است، فیتبعون، اینها تابعداری میکنن، ما تشابه منه ابتغاء، از امو آیه‌هایی که متشابه هست از امی قرآن کریم. به خاطر چی اینها این کار میکنن؟ با وجودی که مرادش خفی هست، نه عقلا و نه نقلا قابل درک است، چرا اینها مطابقت امی آیه‌های را میکنن که در قلبهایشان چی است؟ کجی هست. میگه ابتغاء الفتنه، به خاطر که اینها طلب چی میکنن؟ فتنه، ایجاد فتنه را میکنن در بین الناس، در بین مردم. اینها میخواین که فتنه چی شوه؟ ایجاد شده. و ابتغاء تاویلی، و به این خاطر که اینها طلب چی را میکنن؟ تفسیری آیه ها را میکنن. با وجودی که تفسیرش هیچ کس نمیفهمه، ولی اینها کوشش میکنن که تفسیرش چی بکنن؟ بفهمن. به همین خاطر خداوند متعال در اینجا برای ما شما بیان میکنن که اینها که هستن از امو کسایی هستن که میلان میکنه به طرف چی؟ به طرف باطل. به همین خاطر به میزاق هم زاغ گفته میشه که وقتی بر زاغ که یک اشاره میکنی به یک طرف چی میکنه؟ پرواز میکنه. و بعد از این خداوند متعال برای ما شما ای را بیان میکنن که اینها همین کار را به این خاطر میکنن که طلب ایجاد فتنه را میکنن و به خاطر که تفسیرشان را بفهمن. و خداوند متعال بعداً برایشان بیان میکنن که و ما یعلم تأویله، و میگن نمیفهمن تاویل و تفسیر امی آیه ها را الا الله، فقط خداوند متعال میفهمه. و بعد از او امی الا الله والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. و کسایی که راسخون در علم است عند الجمهور، در امی جا بعد از اینکه بیان میشه که الا الله، اینجا میگه وقف لازم هست. و این در این مورد شما توجه بکنید که و ما یعلم تأویله الا الله، در اینجا که وقف لازم هست و در این مورد باید چی شوه؟ وقف شوه. و امام شافعی رحمه الله میفرماید که نه، اینجا والراسخون فی العلم ای عطف میشه سر الا الله، چی میشه؟ عطف میشه. در این مورد یک چی را بکنین شما، یک دقت بکنین که در اینجا اصل اختلاف از این نقطه شروع شده، از این الا الله و از این یک وقف. شما ببینید همین قرآن کریم که وقت شما تلاوت میکنین، بعضی وقت که شما جای وقف باشه، شما اگه وقف نکنین معنای قرآن کریم چی میکنه؟ فرق میکنه. وقتی که جای فصل باشه شما باید فصل بکنین، وقتی که وقف باشه شما باید وقف بکنین. باز وقفای لازم که هست، با این خاطر که معنا مکمل چی میشه؟ تغییر میکنه. در این مورد شما ببینید از همین یک وقت که در اینجا ذکر میشه که الا الله، در اینجا جمهور میگه که وقف لازم هست و امام شافعی میفرماید که در اینجا والراسخون فی العلم، امیر راسخون فی العلم اینجا چی است؟ عطف است سر الا الله. یک اختلاف بسیار بزرگ در اینجا چی میشه؟ پیدا میشه. در این مورد امی دو قول شد که و ما خداوند متعال میفرماید که تأویل متشابهات، تفسیر متشابهات هیچ کس نمیفهمه. و راسخون فی العلم، و کسایی که راسخون هستند در علم، راسخون جمع راسخ هستند، کسایی که در علم محکم هستند و فهمیده هستند، متخصص هستند، اونها میگن که یقولون آمنا به، ما سرش ایمان آوردیم. کل من عند ربنا، اگه محکمات است اگه متشابهات است، همهش از طرف خداوند متعال است. و ما یذکر الا اولو الالباب، و پند میگه نمیگیرن، ولی کسایی میگیرن که اونها اصحاب چی هستن؟ عقل هستن، و عقل کسی که داره از اونها چی میکنن؟ استفاده میکنن. خود در این مورد ما شما دو چیز را بیان کردیم، دو نظر ارائه کردیم. یک نظر از این بود که جمهور علما به شمول احناف اونها میگن که تأویل امی آیه های متشابهات هیچ کس نمیفهمه، و در نزد امام شافعی رحمه الله و ابن عباس رضی الله عنهما میفرمایند که راسخون فی العلم معنایشان و تأویلشان میفهمن. کدام مذهب علی راجح است؟ حالا خب ما شما در این مورد بحث کردیم و در اینجا ما شما در همین وقف آمدیم که نقطه اختلاف از این نقطه هست. در اینجا کدام مذهب چی است؟ راجح است. مذهب راجح مذهب چی هستند؟ جمهور و احناف هستند. به این معنی که وقتی که متشابهات آمد، جمهور علما و احناف اینها چی میکنن؟ تفویض میکنن. اینها میگن که خداوند متعال میفهمه، از فوض یفوض و تفویض یک کاری به دیگه سپردن. ما امی معنای امی متشابهات میسپاریم به خداوند متعال. خداوند متعال میفهمه، مرادش میفهمه، ما هیچ در این مورد چی نمیکنیم؟ بحث نمیکنیم. این قول میگه راجح هست. به خاطر چی راجح هست؟ به خاطر این راجح هست شما به می دلایلشان چی بکنین؟ دقت بکنین. میگه در قرائت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میآین، اونها یک قسم آیه را میخوانن: ان تأویله الا عند الله، ان تأویله الا عند الله. وقتی که بعد از او وقف میشه والراسخون فی العلم و ایجا الا عند الله مجرور میشه، و ان تأویله الا عند الله. عند ایجا چی است؟
مضاف است و لله مضاف الیه است و این مجرور هست. و در عطف قاعده ای است که وقتی ما شما یک کلمه را که بر دیگه کلمه چی میکنیم عطف میکنیم، باید در اعرابشان چی باشن؟ مساوات باشن. ما شما نمیتونیم که کلمه ای که مرفوع باشه سرش در حالت فاعلی باشه اونها را بگیریم سر حالت جری چی بکنیم؟ عطف بکنیم. و در این مورد وقتی که عطف درست نمیشه، در این مورد والراسخون فی العلم این کلام جداگانه کلمه مستقل والراسخون اینجا مبتدا و یقولون آمنا به اینجا خبرش ذکر میشه مکمل، جمله چی شد؟ جداگانه شد و معنایشان چی شد؟ تفکیک شد. با این معنی که تأویل امی متشابهات فقط نزد خداوند متعال است. والراسخون فی العلم میگن که ما سرشان چی کنیم؟ ایمان آوردیم. بین مسئله در این مورد چی میشه؟ تمام میشه و قول جمهور چی میکنه؟ امو رجحان پیدا میکنه. در دلیل دوم رجحانش در قرائت ابی ابن کعب او این قسم ایرا چی میکنن؟ قرائت میکنن که اینجا ما شما گفتیم که و ما یعلم تاویله الا الله والراسخون فی العلم یقولون، امی یقولون اونها میارن ابی ابن کعب قبل از راسخون چی میکنه؟ ذکر میکنه. چی قسم میخونه؟ و ما یعلم تاویله الا الله و یقول الراسخون آمنا به، و راسخون میگن که ما سرشان چی کردیم؟ ایمان آوردیم. وقتی که اینجا و یقولون فعل و فاعل و فاعلشان ذکر میشه، مفعول بهشان ذکر میشه، جمله مستقل میشه. وقتی که جمله مستقل شد جمله قبلی تمام است، سر وقف لازم است. معنای کلام چی است؟ تمام هستند که خداوند متعال معنایش و تعویلش میفهمه و راسخون میگن که ما سرشان چی کردیم؟ ایمان آوردیم. اینا معلوم شد که قول جمهور چی هستی در این مورد؟ راجح هستند. و دلیل سوم در این مورد شما بسیار دقت بکنید، خداوند متعال با اساس حکمت بالغایشان امی بنده های خود بدون و چی میکنه؟ تقسیم میکنه. شما در آیه مبارکه توجه کردین فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ويقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. خداوند متعال دو نوع بنده های را در اینجا بیان میکنن، یک کسایی که در قلبهایشان زیغ است و یک کسایی که راسخون فی العلم هستند. کسایی هستند که طلب چی را میکنن؟ تفسیر میکنن. ما شما قبلا به صراحت گفتیم که فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاویله، اینها طلب فهماندنشان میکنند. یعنی کسایی که در قلبهایشان چی هستند؟ زیغ هستند. در این مورد وقتی که ما شما اینجا تقسیم میکنیم در مخالفش چی میاد؟ راسخون میاد. راسخون با این معنی که اینها باید در معنایشان طلبشان باید چی نبکنن؟ کوشش نبکنن. اینها باید امیر بگوین که ما سرشان چی کردیم؟ ایمان آوردیم. و وقتی که ما شما ایره چی بکنیم؟ راسخون فی العلم طلب چی را بکنه؟ تفسیرم بکنه. و کسایی که در قلبشان زیغ هم هستن، امی تقسیمی که آمده بود تقسیم چی نمیشه؟ تقسیم درست نمیآید به شکلی که باشه که در بین هر دویشان چی شوه؟ تفکیک شوه. بنان در این مورد که اهل زیغ طلب چی را میکنه؟ تأویل میکنه و راسخون که است اینها چی میکنه؟ اینها تفویض میکنه. اینها میگن که امی معنایش فقط چی میفهمه؟ خداوند متعال میفهمه. بیاین یک دلیل دیگر براتون بیان بکنم. بسیار دلیل قوی هست. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است، اونها میفرمایند که تلا رسول الله صلی الله علیه و سلم هذه الآیه، امی آیه مبارکه سوره ال عمران، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ تلاوت کرد. و بعد از او گفت اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابه، میگه وقتی که شما کسایی را دیدین که اینها متابعت امی متشابه از قرآن کریم میکنن، فاولئک الذین سماهم الله، میگه امی کسایی هستند که خداوند متعال اینها را چی کردن؟ اینها را مسما کردن و اینها را اینجا بیان کردن که اینها از کسایی هستند که در قلبهایشان چی هستند؟ زیغ هستند، در قلبهایشان کجی وجود داره. فاحذروهم، به شما از چی بکنین؟ از خود نگاه بکنین، از دوری بکنین. بنان وقتی که امروز شما میرین در لایفایی که در این مورد الرحمن علی العرش استوى ید الله فوق ایدیهم فلان فلان فلان، در این کلشان متشابهات هستند. کسایی که در این مورد علاقه داره و در این مورد بحث میکنه، امیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث صحیح بیان کرده و از ام المؤمنین روایت هستند، اینها میفرمان وقتی که شما می کسایی را دیدین، اذا رأیتم الذین، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خداوند متعال که علمش برایشان داده بود به صراحت میفرمان به ام المؤمنین، میگه وقتی که شما می کسایی را دیدین که از متشابهات چی میکردن؟ متابعت میکردن، میگه امو کسایی هستن فاولئک الذین سماهم الله، امی کسایی هستن میگه خداوند متعال اینها را چی کردن؟ مسما کردن و ذکرش کردن در آیه مبارکه که در قلبهایشان چی هستن؟ زیغ هستن. فاحذروهم، شما از چی بکنین؟ خدا نگاه بکنین. و بعد از اینکه ما شما میاییم که قول جمهور
راجح است با اساس دلایل چارگانه را که ما شما از قرائات گرفتیم و از تقسیم عباد گرفتیم و همچنان از حدیث صحیح و مؤمنین گرفتیم. نظر جمهور و احناف چی هستن؟ این راجح هستن، والله اعلم. بعد از این ما شما که میایم که کسایی که اونها میگن که ما راسخون هم میفهمه با معنایشان، اینها باز در بینشان میفهمین به 8 قول چی شدن، تقسیم شدن. اینها که میگن که ما معنایشان میفهمیم، یکیشان چی میگن؟ مثلا نظر اولشان اینها میگن که همین مقاطعات، حروف مقاطعات که در قرآن کریم چی میشه ذکر میشه، قتاده رحمه الله میفهمن که اسماء القرآن است، این اسمهای چی هستن؟ قرآن کریم هستن. این یک قول. قول دومشان از زید بن اسلم اونها میفهمن که اسماء السور هست، به این معنی که الف لام میم این نام یعنی سوره بقره هست. به این معنی که کسی بگه که الف لام میم بخوان، به این معنی شما چی بکنین؟ سوره بقره را بخوانین. نظر سودی و شعبی هستند که اونها میگن که اسماء اعظم پروردگار هستند. همین الف لام میم کاف ها عین صاد هیچ کلیه میگه اسماء اعظم، اسم اعظم خداوند متعال است. ابن عباس رضی الله عنه و اکرامه رحمه الله میفهمند که اینها همهشان چی هستند؟ قسم ها هستند که خداوند متعال سرشان چی کرده؟ سرشان قسم و سوگند بیان کرده. این نظر چهارمشان. نظر پنجمشان هستند که اینها مخففات هستند، به این معنی که شرکت ها هستند. مثلا الف لام میم، الف الله، لام جبریل، میم محمد. چی معنی؟ الله انزل بواسطه جبریل علی محمد ذلك الكتاب. خداوند متعال این قرآن کریم با واسطه جبریل سر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی کرده؟ نازل کرده. نظر ششمی است که هر حرف در این مورد که بیان میشه یکی از با اسماء خداوند متعال چی میکنه؟ اشاره میکنه. اینها میگن که الف الله، لام لطف الله و میم که است مجد الله، به این معنی که هر کدامش به یک اسم خداوند متعال چی میکنه؟ اشاره میکنه. نظر هفتم است که اینها به حساب ابجد برای در مورد عمر بعضی از اقوام چی میکنن؟ اشاره میکنن. در این مورد شما یک روایت براتون چی میکنه؟ میرایه میکنن. میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تلاوت میکرد و الف لام میم امیر تلاوت میکرد، امی حیای ابن اخطب و دیگه از یهود اموجا بودن. میگه اونها که رفتن برای بزرگای خودشان گفتن که امروز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الف لام میم چی میکردن؟ تلاوت میکردن. میگه یهود آمد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان کرد که امی تو آیه ها سر خودت نازل شد؟ اونها میگفتن که بله نازل شده سر ما. میگه اونها برایشان گفتن که امی الف لام میم خب به این معنی که امی دین خودت و امی امت خودت فقط 41 سال عمر داره و اگه وقتی که 41 سال عمر داشته باشه به شکل ابجد، به این معنی که الف 1 است، لام 30 هست و میم 40 هست. 1 و 30 و 40 را که جمع بکنی 71 میشه. خیر ما چرا دین خودت قبول بکنی وقتی که دینت مکمل عمرش چند سال است؟ 71 سال است. ما چرا خیر قبول بکنیم؟ می رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برایشان خنده کرد، برایشان گفتن که ما یک چی را داریم، حرفای دیگر هم داریم، الف لام میم صاد هم داریم. وقتی که الف لام میم صاد کدشان یک جای میشه، صاد قیمتش چی است؟ 90 است، 161 میشه. میگه باز برایشان اونا گفتن که خو 161 سال شد. میگه باز برایشان خنده کرد، گفت که دیگه آیارم داریم، الف لام را هم داریم، اونجا باز را که میاد قیمتشان چی میشن؟ همو حسابشان 200 میشه، 231 سال میشه. بعد از میگه برایشان گفتن که الف لام میم را هستن، باز اونها میگه برایشان گفتن که 271 سال میشه. بعد از برایشان حیای ابن اخطب گفتن که سر ما کار گد ود کرد، یعنی ما نمیفهمیم که برای خودت خداوند متعال چقدر وقت داده. میگه می تو رفتن بالا شدن پشتکار خودشان رفتن. ولی در این مورد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فعل اینها را تقریر نکرد، به این معنی که تاییدش نکرد، از این معلوم میشه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نظریات اینها را چی کردن؟ انکار کردن و برایشان لبخند زدن، به این معنی که سرشان انکار کردن. در این مورد که اشاره میکنه به حسابها به شکل ابجد برای عمر اقوام، اینجا میگه چی نیستن، درست نیستن. قول هشتم چی است؟ قول هشتم است که اینها میگن که یک خلق است یک کسر است. خداوند متعال خالق است و انسان هر وقت چی میکنه؟ کسر میکنه. مثلا ما شما از خاک میگیریم چی را جور میکنیم؟ کوزه و کاسه و دیگه چیزها را جور میکنیم، ولی ما شما نمیتونیم که از خاک یک بوت یک چی را تخم پرت از مور زنده بکنیم. با خداوند متعال می کارم کده میتونه. به این معنی که امی حروفی که است که از الف شروع شده تا آخرشان، امی حروف ما شما هم داریم و امیر خداوند متعال هم از امی قرآن کریم ساخته و برای انسان ها چند بار چالش داده که شما بگیرین از امی حرفا قرآن کریم مثل یک صورتش چی بکنین؟ جور بکنین و هیچ کسی نتونست که امی چی را جور بکنه؟ سوره را جور بکنه. و این اجازه قرآن کریم است. وقتی که شما در اینجا در حروف مقاطعات میین، خداوند متعال اشاره میکنه که نبی ببینین امی قرآن کریم از امی حروف جور شده، ولی هیچ کس نمیتونه که از این چی را جور بکنه مثل قرآن کریم آیه ها را چی بکنن؟ جور بکنن. با این خاطر که انسان نمیتونن که
در امو کار کردنش در خلقتش چی باشه؟ کامل باشه. میشن که کسر بکنن از یک چیز دیگه چیز را جور، ولی امو ذات چیز را تغییر داده نمیتونه. فقط تو ذات خداوند متعال است که از خاک بتاها و دیگه چیزها را چی میکنن؟ زنده میکنن و دیگه چیزها را چی میکنن؟ جور میکنن. بنابراین به نظر من انشاءالله که امروز همین قدر کفایت میکنه. فردا بخیر موضوعات بعدی را بخیر چی میکنیم؟ آغاز میکنیم. و ما علینا الا البلاغ المبین.